سلام دوستان، آموزگار فنی بیولوژی هستم، ولی فولیم. با شما فنی آناتومی را خواهیم آموخت. اینک درس یکمی آناتومی مقدمه. شروع میکنیم از توصیف فنی آناتومی، فیزیولوژی و گیگینا. آناتومی چیست؟ علم است که ساختی عضو بافت‌های آدم را می‌آموزد. فیزیولوژی علم است که روندهای فعالیت حیاتی ارگانیسم را می‌آموزد. یعنی مثلا نفس کشی، زدن دل. گیگینا علم است که طرز بهداشت سلامتی آدم را می‌آموزد. آناتومی از کلمه یونانی گرفته شده، معنایش جراحی میکنم و می‌آموزم. فیزیولوژی از کلمه یونانی گرفته شده، معنایش طبیعت، فیزیک، طبیعت. گیگینا از کلمه یونانی گرفته شده، معنایش سالمی. در نوبت خود آناتومی به سه قسم جدا می‌شود: آناتومی نرمالی، آناتومی پاتولوژی و آناتومی توپوگرافی. آناتومی نرمالی ساختی عضوها را در آدمی سالم. آناتومی پاتولوژی علم است که یک قسم آناتومی که ساختی عضوها را در آدمی بیمار می‌آموزد. در آدمی بیمار. آناتومی توپوگرافی علم است که موقع جایگیرشوی عضوها را در بدن می‌آموزد. یعنی موقع جایگیرشوی عضوها را در بدن می‌آموزد. یعنی دل در کجا بدن جایگیر شده است، معده، غدود زیر معده، گرده در کجا جایگیر شده است. ما این را در فن آناتومی توپوگرافی خواهیم آموخت. دوم، فیزیولوژی نیز در نوبت خود دو قسم می‌شود: فیزیولوژی نرمالی و فیزیولوژی پاتولوژی. فیزیولوژی نرمالی علم یک قسم فیزیولوژی که روندهایی که در داخل ارگانیسم می‌آموزد در آدمی سالم، یعنی نرمالی در آدمی سالم می‌آموزد. فیزیولوژی پاتولوژی روندهایی که در داخل ما می‌گذرد، نفس کشی، زدن دل در انسانی بیمار، یعنی انسانی که زدن دلش تیز است، یا که ما روندهای حیاتی را در آدمی بیمار می‌آموزیم در فیزیولوژی پاتولوژی. گیگینا باشد طرز بهداشت سلامتی رو، یعنی چی کار باید کرد تا سالم باقی مانیم، یعنی چه خیلی باید خورد، یعنی گیگینای خوراک، چند قدر باید خواب کرد، گیگینای خواب. ما همه این را در فن گیگینا می‌آموزیم. این بود یکم قسم موضوع امروزه ما. از این قسم موضوع چنین سوال‌ها شدنش ممکن است. یکم مثال برای آموزش پوره آدم کدام فن‌ها یاری می‌رساند؟ ما الان گفتیم آناتومی، فیزیولوژی و گیگینا. دوم، کدام علم ساختی عضو بافت ارگانیسم را می‌آموزد؟ یعنی ساخت، الان ما گفتیم آناتومیا. کدام علم وظیفه و روندهای فعالیت حیاتی ارگانیسم را می‌آموزد؟ یعنی ما گفتیم روندهایی که در آدم می‌گذرد، نفس کشی، زدن دل، این فیزیولوژی. کدام علم بهداشت سلامتی ارگانیسم را می‌آموزد؟ گیگینا. معنای کلمه آناتومی را ما گفتیم، معنای کلمه آناتومی جراحی میکنم و می‌آموزم. معنای کلمه فیزیولوژی طبیعت. معنای کلمه گیگینا سالمی، یعنی از کلمه یونانی گرفته شده، معنایش سالمی است. قسم‌های فنی آناتومی را معین کنید، چون این سوال آمدنش ممکن. قسم‌های فنی آناتومی سه تا است: آناتومی نرمالی، آناتومی پاتولوژی و آناتومی توپوگرافی. اینها را با شما گفته گذاشتیم. قسم آناتومی که ساختی عضو بافت‌ها را در آدمی سالم می‌آموزد، آناتومی نرمالی. قسم آناتومی که ساختی عضو بافت‌ها را در آدمی بیمار می‌آموزد، آناتومی پاتولوژی. قسم آناتومی که موقع جایگیرشوی عضوها را در بدن می‌آموزد، این علاقه آناتومی توپوگرافی. توپوس جای، موقع. قسم فنی فیزیولوژی را معین کنید. قسم‌های فنی فیزیولوژی را معین کنید. ما علاقه گفتیم فیزیولوژی از دو قسم عبارت است: فیزیولوژی نرمالی و فیزیولوژی پاتولوژی. قسم فیزیولوژی که روندهای حیاتی را در ارگانیسم سالم می‌آموزد، این فیزیولوژی نرمالی است. در آدمی بیمار می‌آموزد، فیزیولوژی پاتولوژی است. قسم‌های فنی گیگینا را معین کنید. گیگینا میشود گیگینای مهنت، گیگینای خوراک، گیگینای خواب و غیره ها. این بود قسم یکمی موضوع امروزه ما، توصیف فنی آناتومی، فیزیولوژی و گیگینا. قسم دومی موضوع مقدمه، این عالمانی که در ساحه آناتومی سهم گذاشتند. یکم هیپوکرات یا بوقراط دو سهم گذاشته است. یکم او پدر علم طب است. دوم او اولین مرتبه 4 تمپرامنت یا مزاج آدم را کشف کرده است. این رو дарси пурраро метавонед аз телеграм канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описания гузошта шудааст.